السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیشتر بیا. الله سبحانه و تعالی میفرماید که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. آیا میدونید که کدام طایفه انسان ها یعنی وارد جنت میشوند؟ انسانانی که صبر کننده هستند، صبور هستند، صبر میکنند در هر یک مشکلی، در هر یک بیماری، در هر یک مصیبت صبر میکنند. وقتی که روز قیامت میشوه، وقتی که از قبرستان که میخیزند چی میکنند؟ راست به سوی باب جنت میروند، در جنت میروند و وارد جنت میشن ان شاء الله. یعنی اخرانی که جنت پرسانشون میکنه که شما کی هستی؟ میگه ما هم شخصیت های هستیم که در دنیا با مشکلی هامون، با همه مصیبت ها صبر کردیم، الله برای ما جنت یعنی وعده داد. الله نگهبانتون باشه. السلام علیکم. برای گرینسر رفتن یعنی رقم ها رو یکران میتونید که مراجعت کنیم. برادر به بواری برادر خدمت ان شاء الله